الحمدلله مردم ما بناحق تکفیر نمیکنن، به گمان نمیکنن. مسلمان لغوی بود، کلگی گفتم اسلام لغوی، ایمان لغوی، مؤمن لغوی، ایره کل سلف استعمال شده است. ایره کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر با بعض گناه ها را از یک کسی ببینه بگه این مسلمان است، مثلا کسایی که کفر به طاغوت ندارن بگه این مسلم لغوی است، مسلمان لغوی است، نه شرعی. این کافر نمیشه، کافر نمیشه. اقوال وجود داره. سلام سالم مؤمن به معنای لغت که بیایی درجهش اسلام بالاست، مسلم هم میه به معنای لغت. ولی ما گفتیم که در قرینه طبعا آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه، مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنند در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنند در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنند در کفر واقع نمیشه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنند در کفر واقع نمیشه. من از این فتوایش خبر نبودم. من فکر کردم که این طور فتوا داده که میگه یک مسلمان یعنی هست اونجا مسلمان هم و یعنی صحیح مسلمان است، سلفی است یا دیگه این میتونه که اگر در پارلمان میتونه فکر میگه برو کفر رد میتونه ای تو اینی قسم فکر کرده بودم آزادی برش باشه، یعنی استقلالی تو فکر کرده کفر رد میتونه ایمان بیان کنه در کفر واقع نشه، یعنی آزادی داره. الحمدلله مردم ما بناحق تکفیر نمیکنن، به گمان نمیکنن. 15 سال پیشتان پدرایتان کمونیستی، حتی به الله را قبول، خالق قبول نداشت. چوچی گورباچوف بودن پدرای از اینا. شما نو مسلمانا حال آمدین ما را میگن شما اینطور میگن، شما اینطور میگن. سوال چنین است، گوش کنید سوال وقتی که ما یک یهودی یا یک طاغوت پرست میبینیم، ما با اسم مسلمان لغتا استفاده کردن برای جایز است یا نه؟ بله 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 و این چنین معروف راسخ رو دعوت میکنیم که از سخن پیشترش توبه کند، به دین الله بازی نکند و دفاع نفسش رو یک طرف گذارد، به دفاع منهج بیارد. معروف راسخ باید توبه کند. از سخن پیش گفته توبه نکرد، توبه کند و از این سخنهای بازی بازگردد. توبه توبه توبه. کردید نکردید حواله شما به الله هست. این دین ما هست، براءت ما هست و اعلان براءت از انا همچنین عقیده ها میکنیم. مؤمنون و موحدین، خطاب من سوم به شما است، ثابت در دین باشید. رسول الله گفتن ان الله لا یغربل، الله شما را غربل میکند. خیلی که میدونید که ارد را با غربل گرام میجنبانید، در بالا کمی ارد به پایان میرزد، در بالا دانه ها میماند، انمی خیلی غربل میکند که صادقین کس بفهمد. الله سبحانه و تعالی میگه الف لام میم احسب الناس ان يتركوا يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شما گمان میکنید که ما شما رو بعد از این که ما موحد هستیم، مسلمان هستیم، گفتید نمیسنجیم؟ حتما شما رو میسنجیم، به فتنه و گرفتار میکنیم تا که صادقین و کاذبین رو فهمیم. انمین یکی از فتنه است. این فتنه شبهات است. صادقین و کاذبین معلوم میشه.